السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا میدونین که دو برادر به خاطر الله برادری میکنن و روز از روزها اونها با هم دشمن میشوند؟ آیا میدونین یا نه؟ بسیاری ما و شما هستند در بیمون در جامعه الحمدلله برادرایی که هستند، یعنی لفظا به خاطر الله میگه ما برادری میکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. یعنی طعام یعنی جورگی آشناگی مگر با مؤمن مسلمانی حقانی. ولا يأكل طعامك الا تقي، یعنی طعام ترا یعنی کسی نخوره که و اهل تقوا نباشه. یعنی به خانت فیراد میکنه انسانه، یعنی او انسانی با تقوا باشه که هر آن چیزی که در خانه ایت دید، چی کمبودی بود و چی نقصانی که بود، اون را افشار نکنه در بین جامعه، یعنی ظاهرش نگه در بین جامعه چیکار نکنه، شرمنده نکنه. در هر یک خاندان کمبودی هست. بعضی خاندان میره مثلا زنش جنگ جنجال میکنه، اوضاعش میشنه. اگر انسان اهل تقوا نباشه، امانت دار نباشه، در بین جامعه نقل میکنه که زنش بدبخت زن بوده. از همون خاطر یعنی برادران مسلمان حرکت کنین، به انسان مؤمن رفیق کنین و به خانه‌تان اهل تقوا را دعوت کنین تا اینکه چیکار نکنه، سر اسرار از خانه تو بیرون نکنه. هر آن چیزی که دید فراموش امانت ماند و هر آن چیزی که دید شنید امانت بمانه و خیانت نکنه در جامعه. این میگن چی؟ یعنی انسان اهل تقوا. دیم آیت قرآن است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که روزی از روزها میشه که برادری هستن که به خاطر الله برادری میکنن، اونها با هم دشمن میشن مگر که اونها نشکی، مگر کسانش که اونها تقوا داشتن. با اون خاطر ما چقدر خوبی نکنیم، هر کسی که باشه، من باشم برادر عزیز یا که تو باشی اکای مهربان یا اینکه خواهر مسلمان، هر کسی که باشه چقدر که مهربانی و خوبی نکنیم، بین همه خوبی ها یک کمبودی اگر کنیم، همون کمبودی در چشم میتوه. مثلا مثال عادی بگیریم، بعضی برادر از ما بار میگیره، مثلا میگه همین 4 تمینه به ما بده، یعنی 4 تمینه به همت میدونه که به جز مرگ به همت در دوا است. ما میگه برادر عزیز این زکات شدگی میرم باید به یک برادر دیگه بتم وعده دادگی هستم. این میگه تو همین ندادی، یعنی فکر نمیکنه که میرم وعده دادم، وعده خلافی کنم من منافق میشم. اما همین میگه تو به همین نداد، برای همین خفگی میشه و جنگ جنجال. یعنی تری در جامعه دیگه است. از همون خاطر هر آن چیزی که در زندگی میگذره همون چیزا منقل میکنیم و میگیم، از پیش خودمون هیچ چیز نمیگیم. دیم یعنی دشمن میشه مگر اهل تقوا. اگر اهل تقوا باشه، مسلمان حقانی باشه، بگوش برادر میره وعده دادم به یک برادر دیگه، تا میگه خلاص گپ مر دیگه گپ پوی نمیکنه. اما انسانی که به تقوا باشه، به فراست باشه، به فهم باشه، علم که نداشته باشه، چیکار نه این قدر مهربان خوبی کردی، اونا پشت سر میشن. حالا که 3-4 ساعت تو را بار دادگی، قرض دادگی، گفتگی که برادر عزیز مسلمان که پول یافتی همون لحظه و زمان پول روی که نداشته باشه، گفتی رسول که نفریگت نمیکنه، مجبور نمیکنه، ظلم تام نمیکنه که پول مرا برگردون. دیم اهل تقوا یعنی الحمدلله که فهمیدیم چگونه انسان هستن. وقتی انسان که به تقوا باشه، از الله دور باشه، الله را عبادت نکنه، اون لحظه و زمان یعنی گفتی که در بین جنگ جدال پیدا میشه و خفگی و نافهمایی زیاد میشه. اما ببینید که در برادرت که برای خاطر الله برادری کردن، یعنی اهل تقوا بود، کمی مشکل در بین داشتید، سر از جنگ جنجال دیگه با هم صحبت نمیکنیم. اما ببینید که چقدر ما گناه میکنیم، چقدر معصیت میکنیم، به سوی الله برمیگردیم. الله چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسیم برگردیم به سوی پروردگار، توبه کنیم. چقدر میگه ما گناه هم نکنیم، الله مهربان و رحیم است، میبخشه گناه های ما را. با اون خاطر الله چی میگه؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال میکنن، ما با اونها قریب هستم. در دیگه آیت قرآن چی میگه؟ لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خداوند امید نشه. در دیگه آیت قرآن چی؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. ای انسانان، ای برادران مسلمان، الله میفرماید که هر انسانی که تقوا کنه، فرق نداره زن است، مسلمان است، زن است، مرد است،
پیر است، کلان سال است، مرد زن است، هر کسی که باشه الله چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، هر انسانی که پرهیزکاری میکنه، الله او را از تمام مشکل ها بیرون میکنه. و هم خاطر دوستان عزیز همیشه تکیه به الله سبحانه و تعالی. هر مشکلی داریم، مشکلی مالی داریم، مشکلی جسمانی داریم، پول، مال، هر چیزی که در ما کم بدی است، الله چی میگه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله سبحانه و تعالی میکنه برای بسنده های و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله از یک جا رزقش میده که اوجه حساب و کنار نداره. ببینن مشاهده هستین که در جامعه هستن برادرایی که پول نداشتن، الله سبحانه و تعالی بایشون گردوندن. بدن انسانانی که بای بودن، الله اونها رو بدل گردون، چیکار کرد؟ در یک جا کارگرشون گردون. برای چی؟ همون لحظه و زمان زکات مالتون رو بدین تا اینکه الله سبحانه و تعالی امتحان نکنه. دست یتیمان را بگیرین، دست کم بغلا را، دست بیوزن ها را، دست انسان هایی که در راه موندگان، دست انسان هایی که بیمار هستند، دست انسان هایی که گذشتن و پول محتاج هستند، که یعنی با کمک به نیازمندند. و اون خاطر دست فقیرها را همیشه بگیریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که والذی نفس محمد بیده ما نقصت من مال امتی من صدقه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قسم به آن ذاتی که میگه جان محمد در دست اوست، از مال امتانی من یگان چی کم نمیشه هر وقتی که اونها صدقه بکنن. با اون خاطر صدقه چند برابر ملک و مالت زیاد میکنه و کم نمیکنه. با اون خاطر دستگیری کنی کسی که دستون میان به خاطر الله، نه به خاطر آنکه برای شما شکرگزاری کنه و منتداری کنه، فقط به خاطر الله بکنید تا اینکه الله سبحانه و تعالی یعنی بر بگردونه. یعنی تجارت به الله سبحانه و تعالی. اگر همین را خیر کردی در راه الله، انسان نیازمند الله مبدل دهش میگردونه. و اون خاطر برادران عزیز دستگیری کنید هم دیگه، خدا نگهبانتون باشه. برای گرینسر رفته رقم ها در روی اکران میتونید که زنگ بزنید و هم برای دارو ان شاء الله که ما در خدمت هستیم. موقع در امان الله. السلام علیکم.